بازدید رئیس جمهور از راهگذر ترانزیتی شمال غرب کشور. اخبار تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا خبر میدن. خبرهای اولیه حاکی از سانحه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور هستش، همونطوری که به صورت زیرنویس فوری هم در شبکه خبر از دقایق قبل ملاحظه می‌کنید. گروه‌های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل سانحه هستند.